سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز از مولده راه افتادیم که بریم به سمت یک شهری به نام اونداسنس. با من همراه باشین، امیدوارم تو طول مسیر کلی لذت ببرید. مولده یه شهر ساحلی خیلی خوشگل تو غرب نروژه که در منطقه مورورومسدال نروژ قرار گرفته. حدود 25,000 نفر جمعیت داره و بهش میگن شهر گلها. مولده از اون شهرهای نروژه که هر طرفش یه چیز خاصی داره. یه طرف دریا، یه طرف کوه. حدود 222 تا قله داره که روبروی شهره و باعث میشه غروبای خیلی خاصی تو آسمونش با رنگای نارنجی و صورتی به وجود بیاد. حالا چرا بهش میگن شهر گلها؟ هوای ملایم مولده باعث شده حتی تو نروژ سردم گلها راحت رشد کنن. تقریبا از اردیبهشت تا شهریور ماه شهر پر از گلهای مختلف، رز، شمعدونی و گلای رنگارنگی. حتی یه جشن معروف دارن به اسم مولده جاز که از قدیمی ترین فستیوال های جاز در اروپا است. هر سال تابستون موزیسین ها و گردشگرها از همه جا میان برای این فستیوال. از مولده میشه به راحتی به سمت اونداسنس یا شهرهای دیگه با قایق‌های فیوردی رفت. همچنین یک فرودگاه کوچیک داره به نام مولده ایرپورت که پروازهای داخلی زیادی از اون انجام میشه. خب ما اینجا رسیدیم، باید منتظر بمونیم که سوار فری بشیم و بریم به سمت وسنس. اینجا دیگه جاده تموم میشه و باید ماشین رو ببری روی فری. کلاً حدود نیم ساعت تو راهیم، ولی مسیرش انقدر قشنگه که دلت میخواد بیشتر طول بکشه. فریا خیلی منظم میان و میرن، تقریبا هر 20 تا 30 دقیقه یه بار حرکت میکنن. پس اگه یه دونه از اونا رو از دست دادی نگران نشو. جالبش اینه که برای ورود به فری لازم نیست که بلیت بگیری، فقط رد میشی و دوربین پلاک ماشین رو میخونه، خودش اتومات از حسابت کم میکنه. توی سالن داخل فری هم کافه هست هم صندلی و میتونی اونجا بمونی و منتظر باشی تا برسی. راستش این مسیر مولده وسنس خودش یه جور سفره، چون هر ثانیه‌اش یه منظره جدید جلوت باز میشه. تو هم حدود 30 تا 45 دقیقه منتظری و واقعا حس سفر رو میده. اگه تا اینجای سفر از ویدیو خوشت اومده، لایک و سابسکرایب یادت نره. خب بچه‌ها، ما دیگه رسیدیم به وسنس و فری چسبید به اسکلو. ما میخوایم پیاده شیم. وسنس در واقع یه نقطه اتصال بین شهرهای اطرافه. خیلی از ماشین‌ها از مولده میان اینجا و از اینجا میرن به سمت اونداسنس یا اولسوند. خب همونطور که دارید میبینید داریم از فری پیاده میشیم و به سمت جاده اصلی میریم.
وسنس توی منطقه مور رومسدال بین شهر مولده و اوندالسنس قرار گرفته. جمعیتش حدود 7000 نفره و دقیقاً لب فیورد معروف به نام رومسدال فیوردن قرار گرفته. خود شهر یه شهر کوچیکیه ولی تمیز و مرتب. چند تا فروشگاه داره، پمپ بنزین، یه مرکز خرید کوچیک و کنار اسکله هم معمولا مردم میرن قدم میزنن و قهوه میخورن. زندگی اینجا کاملا آروم و ساده است، از اون شهرهایی که زمان انگار توش کند میگذره. همونطور که دیدید شهر وسنس جاییه که فری مولده وسنس در اونجا تموم میشه، یعنی وقتی از مولده میای با فری مستقیم وارد وسنس میشی. از اونجا هم یه جاده‌ای به نام E39 ادامه پیدا میکنه به سمت اوندالسنس. به خاطر همینه وسنس یه جورایی دروازه ورودی بین ساحل و کوهستان حساب میشه، جایی بین دریا و کوه. داریم کم کم به شهر اوندالسنس نزدیک میشیم که از مولده تا اوندالسنس حدود 1.5 ساعت راهه. این شهر حدود 2500 نفر جمعیت داره. واقعا شهر کوچیکیه ولی جاذبه‌های خیلی قشنگی داره. چند تا مغازه، رستوران، هتل، کافه و یه ایستگاه قطار داره. ایستگاه قطارش هم جالبه چون خط روما لاینه از اونجا رد میشه. یکی از دیدنی ترین مسیرهای قطار در کل نروژ. این شهر از سه طرف با کوههای بلند و برفی محاصره شده. بهش میگن پایتخت کوهنوردی نروژ چون کلی مسیر معروف کوهنوردی و تماشایی زیادی دور و برش داره. خب ما داریم به تلکابین نزدیک میشیم و داریم میریم به سمت یکی از زیباترین مسیرهای پیاده روی نروژ به نام رومسدال اگن. این تلکابین فقط حدود 5 دقیقه طول میکشه تا به ارتفاع 708 متری برسه، ولی وقتی بالا میرسی منظرش واقعا نفسگیره.
از این بالا کل شهر اوندالسنس زیر پاته. رودخانه رومسدالسلوا از وسطش رد میشه و میریزه تو فیورد. روبرود کوههای معروف رومسدالتگن رو میبینی که قله هاش هنوز کمی برف داره. انگار همه نروژ خلاصه شده تو همین منظره. هرچی از زیبایی این ویو پوینت و این فضا بگم واقعا کم گفتم. واقعا یه حس خاصی داره که فقط باید خودت تجربهش کنی.
اینجا یه رستوران و کافه دنجم هست به نام اگن رستورانت. میتونی قهوه بگیری و بشینی کنار پنجره و به این منظره خیره بشی. هوای کم خنک ولی اونقدر حسش خوبه که دلت نمیخواد بری پایین. خب بچه‌ها دیگه داریم با تلکابین برمیگردیم پایین. راستش اصلا دلم نمیخواست این لحظه تموم بشه. منظر از بالا واقعا بی‌نظیر بود. اون ترکیب کوه و فیورد و شهر زیر پات واقعا محشر بود. اون دارکنس واقعا ارزش دیدن داره. مرسی که تا آخر ویدیو همراه من بودی. اگر از این سفر خوشت اومد یادت نره لایک کنی و سابسکرایب کنی تا سفر بعدی هم با هم بریم. تا ویدیوی بعدی، خداحافظ نروژ.